دو جمله صدها مشکل حل میکنه. جمله اول از طرف زنا: شکر شوهرم که تو را دارم، شکر خدا که تو را دارم. کلانترین نعمتی که خدا به ما داد از تو هستی. تو خودت فکر این جمله رو وقتی به شوهر میگی، این شوهری که 180 درجه در گمراهی روان است، 180 درجه به سمت تو میآید، برش بگوی شکر که تو را دارم. من شکر الله را هر وقت به جا میکنم که خدا تو را به من داده. اگر او شوهر تو را دوست نداشته باشه، محبوب دل شوهر میشه. اگر او عیاش باشه، او برا میآید. اگر او بد اخلاق باشه، او خوش اخلاق میشه. و یک جمله از طرف مردم که بزنش بگوید دوست دارم، خیلی دوست دارم. این دو تا جمله زندگی ها را میسازه. ولی چرا این دو تا جمله را ما نمیگیم؟